قوی ترین تیم‌های تاریخ فوتبال. 1. برزیل 1970. نحوه بازی هجومی و زیبا. در جام جهانی مکزیک تمام بازی‌ها را با اقتدار برد و فوتبال را به هنر تبدیل کرد. 2. بارسلونا 2009 تا 2012. تیکی تاکا، مالکیت مطلق توپ و بردهای تاریخی مثل 6-2 مقابل رئال مادرید. 3. رئال مادرید 1955 تا 1960. 5. قهرمانی پیاپی اروپا در دهه 50 میلادی. 4. میلان 1988 تا 1994 با رهبری آریگو ساکی و کاپلو، دفاع منظم، تاکتیک بی‌نقص و فوتبال ماشینی. 5. اسپانیا 2008 تا 2012. 3. قهرمانی پیاپی یورو 2008، جام جهانی 2010 و یورو 2012. تیمی که دنیا رو با پاس‌های کوتاه و دقت ناب خودش تسخیر کرد.